صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بگشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید. بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است. بر او توکل کنید، به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی‌های خود را، تشویش‌هایتان را به حضورش بیان کنید تا خداوند شما را یاری بدهد. زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید، سؤال کنید تا دریافت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلام حیات بخش، کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان باز کنید تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه 12مین قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند. زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکسته. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمی‌نویسه که فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون میدانست که ایمانداران شهر کولوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودند و واقف بودند که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستند بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشند که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کولوسیه بازگو کنه.
اول می‌خواهد آنان را از فلسفه‌های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن. و هدف دوم او اینه که میخواد با آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم، زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه، انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت چنین تعلیم نمیده. مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میدهد و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشند، ولی دقت کنید دوستان، ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن. به زبان دیگر نجات را تولید نمیکنن. ببینید دوستان، حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما، نه به وسیله روش مذهبیمون، بلکه به وسیله ایمان. چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کولوسی که مسیحی شده بودند، آنها بت پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت پرستی دست کشیده و یکتاپرست شده بودند. ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست. مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم، بلکه در ریش شده متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده بشریت نه فقط ایمان بیاوریم بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان، به خاطر تسلیم شدن به او، به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است. و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم، باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم. و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تأکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینی که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان، در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم، همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودن اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسن مبادا خدای نادیده، خدای یکتا را فراموش کنن، مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن. بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید. و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید، با حذر باشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید، از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنند اما در واقع گرگان درنده و حقه‌بازی هستند. با حذر باشید، زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست. با حذر باشید، زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد. پس با حذر باشید که فریب نخورید. و حالا در این قسمت پولس رسول 3 اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او
به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیانی که مسیحی شده بودند سعی می‌کردند که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران را هم تشویق کنند که زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان، جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است، ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی می باشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته. یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه میگیره حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست. واقعیت اینه که دوستان عزیز، قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصاً به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت در واقع با این عمل مسیح را قضاوت میکنیم. زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی را جزئی از نجات و بخشش گناهان می‌داند، در حقیقت می‌گوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست. به زبان دیگر مسیح نمیتونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه. در حالی که دوستان هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند، زیرا در پری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کولوسیه ادعا می‌کردند که جدا از عیسی مسیح قادرند به امور معنویت عمیق‌تر بنگرند و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب می‌دانستند انجام بدهند، آن وقت شخص بیشتر روحانی تر میشه. کما اینکه خیلی‌ها امروزه همین ادعا را میکنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدهید شما بیشتر روحانی تر میشید. ولی دوستان عزیز، این تعلیمات بشری، طرز فکر انسان هاست، نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته، در حالی که کلام خدا چیزی دیگر میگه. کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کند، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود. دقت کنید دوستان، رسومات مذهبی انسانها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند، ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند. هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیگرد. و دوستان عزیز، تمنا میکنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید، چون میدانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید میکنید و خیال میکنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر میشید، در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه، ظاهرشون روحانی تر بشن، ظاهرشون مذهبی تر باشن، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه. این قانون‌های امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس به آن اشاره کرده. چرا؟ چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی‌ها حرام محسوب می‌شدند، ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه، عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه، بلکه آنچه که از او صادر می شود، یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیکتر می کنه و یا از خدا دورتر. ولی غذا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام، دوست من، هرگز ذره‌ای آدمی را به خدا نزدیکتر نمی کنه. البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از غذاها را به اصطلاح حلال و بعضی‌ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیابانگرد اسرائیل از آن پیروی کنند، به خاطر جنبه سلامتی آن بوده، به خاطر جنبه روحانی آن بوده. ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه دستورات و رسومات مذهبی نیست، بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست. اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه، پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش آن رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا 1 بار یا 10 بار این گوشت رو خورده باشه.
خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه، چون خدا به غذای ما نمینگرد، بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص می‌نگرد. برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچه که ما را به خدا نزدیک می‌کند تأکید می‌کنه، یعنی قلب خود را پاک کنیم، نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم. فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی. اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی رو برای همیشه و در همه حال بدانیم. ولی یهودیانی که در شهر کولوسیه بودن مثل بعضی‌ها می‌خواستن که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی رو که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنن. انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند، ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم، بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو میشویم. قانونهای خدا صحبت از چیزهای نیکویی میکردند که روزی خواهند آمد، ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز میتوانیم آن را به دست بیاوریم. گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم، بلکه تا تمام کنم. نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم، بلکه تا تمام کنم، یا تا همه پیشگویی‌های آن را به انجام برسانم، و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون میدم که چطور به حقیقت پیوسته‌اند. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم. یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به اجرا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تأکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود، لیکن نقطه یا همزه‌ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. کسی انعام شما را نرباید. از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل و یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستند، بلکه فقط ایمانه. پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حقوق باز هستند که میخواهند خود را بزرگ کنند و میخواهند از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنند و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهند. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدند که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارند و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادند. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی‌دهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروزه نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهای خود را به مقام بسیار بالایی میرسانند و ادعا میکنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه میگویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدند و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز میکنند که مردم ساده‌لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود میکشانند و دار و دسته
هسته‌ای به وجود میآورند و صاحب مقام و منزلت روحانی میشن و پیروانی هم به هم میزنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش میکنن، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستن. چندی پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدند. مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنن، ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده‌لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوزه او رو شخص مؤمنی میدانند. حضرت پولس میگه ای مسیحیان، شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا میکنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا آنها رو فریب بده. دوست من، مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی دوست من تغییر نمیکنه و اگر کسی بیاد کلام تازه‌ای بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن را رد کنیم. از آیه 20 الی 23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانینی است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد؟ چرا دنبال همون عقایدی می روید و پایبند همون قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلان خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است به ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مغرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید
یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید من رو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید. زیرا محض فیض نجات یافته اید، آنم به وسیله ایمان، و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه در اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافته اید. زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل می شود. نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد. نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می‌گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.